سلام بیننده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی پیشنهاد میکنم. امروز 25 دکبر است. در برنامه این گزارش ها را داریم. بلاگرهای معروف تاجیک قسم میخورند که با فرمان کسی کار نمیکنند. همین روزا یگان کس مجبور کردگی نیست که این کار کنه. وقتا یگان کس فرمان. شکایت ساکنان کلاب از راههای خراب، شهری که راههایش پر از کلمکی آب شده است و حرکت ساکنان و نقلیات دشوار گشته است. یک سازمان بین المللی گفته است که تاجیکان در آموزش زبان انگلیسی بسیار سست هستند. در تاجیکستان نظر دیگر دارند. کوتا وجود میکنن، مردم دمیتن میخونن چی بنه؟ من میخواستم وقتش در خانم نبودم خیلی کوتا. برنامه را از خبر شروع میکنیم که تازه به دست ما رسید. عزت امان حامی زندانی مهاجران را در یکی از محبس‌های دوشنبه جراحی میکنند. نزدیکانش با نگرانی میگویند عزت امان بیشتر از یک ماه است که از درد دندان رنج میبرد و خطر گذشتن زردآبه دندان به معاینه سر زیاد شده است. محمد یوسف خالف پسری عزت امان بر رادیو آزادی گفت قرار است جراحی بعد نصف روزی 25 دکبر انجام شود. با گفته او جراحی را طبیبان بیمارخانه معروف با نام یکم سوید با پزشکان زندان میکنند و 6000 سومانی خرج جراحی را خودشان میپردازند. عزت امان حامی زندانی مهاجران 50 سال دارد و ماه مارس سال 2021 از روسیه اخراج شد. در دایره دو پرونده قلابی که عزت امان و نزدیکانش آن را رد کردند، این حامی حقوق مهاجران را به 15 سال زندان محکوم کردند. مقامات حکمش را درست و قانونی می‌شمارند، اما جانبدارانش دارای انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. در تاجیکستان به 15 بلاگر همچون بهترین بلاگری سال در مراسم جایزه دادند. اکثر آنها بلاگران بودند که در موضوعهای اجتماعی مواد نشر میکنند و از مشکلات و سیاست حرف نمیگویند. در یک سال گذشته مقامات با تأسیس یک اتحادیه بلاگران را گردی هم آوردند که بیشتر به توصیف از کارهای حکومت مشغولند. بلاگرهای فعال مثل دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، عبدالستار پیر محمدزاده، ذوقی‌بک سعید امینی و دیگران که از مشکلات جامعه میگفتند سال پیش با گمان افراطگرایی بازداشت و زندانی شدند. در مراسمی که برگزار شد یادی از این ژورنالیستان و بلاگران بازداشت شده نبود. امیر ایسایف و اسکندر فیروز از این مراسم گزارش میدهند. مراسم جایزه سپاری به بهترین بلاگنویسان سال 2023 هفته گذشته در کاخ سروش دوشنبه برگزار شد. عضو ریاست اساتسیاسیون بلاگران تاجیکستان رافائل گولوف میگوید که هدف از برگزاری این مراسم جلب توجه بلاگنویسان جوان برای ایجاد مطالب جالب و قدردانی زحمت بلاگران ورزیده برای فعالیتشان در سال جاری می باشد. ساختاری مستقل است و سببی که بلاگران زیاد در آن اعضا هستند. مثلا برای برگزار کردن چنین چاره‌بینی ها مبلغ دریافت کردن مشکل نیست، چون که شرکت های بزرگ میخواهند با بلاگران همکاری کنند. بهترین بلاگنویس ها در 15 سمت فعالیت توسط آوازدهی ساکنان با آواز بیشتر معین شدند. فریدون مختاروف با خانومش عزیزه غیرت و بلاگری بهترین در سبک وینری سال دانسته شدند. حاضرین یکمین بار که ما در خلین مراسم اشتراک کرده استادیم میبینیم شاید که یاردم کند. با گفته شهلا اکابیرова رئیس سازمان غیر دولتی خامه، تأسیس چنین نهاد و برگزاری مراسم بهترین بلاگر سال الکی خوشایند است. متاسفانه اون کاری که مطبوع چند سال آخر در تاجیکستان نتوانست انجام داده، یعنی تاثیرگذار بودن با اودیتوری بزرگ آدمان، این کار رو بلاگرها توانستند که انجام بدهند. البته هستند مثل همه گونه مطبوعات میانی بلاگینگ هستند نفرهایی که محتوای بسیار باصفت دارند، جالب دارند و اودیتوری خود را دارند و هستند بلاگینگایی که متاسفانه از دایره معیارهای اخلاقی از دایره قانون بیرون میروند و حتما که آنها مجازات میشوند. شهلا اکابیرова افزود که بلاگینگ نمیتواند به پورگی جایگزین رسانه‌های خبری شود. با سوالی که اساتسیاسیون بلاگران تاجیکستان به تبلیغگر حکومت تبدیل خواهد شد، بلاگر غالب شاه و رپر بران چنین پاسخ دادند. همین روزا یگان کس مجبور کردگی نیست که این کار کنه. وقتا یگان کس فرمان. رنجیت یتیمов حقوقشناس عرصه رسانه‌ها
ба ин назар аст ки фаъолияти ассотсиатсияи блогерони тоҷикистон дар он сурат метавонад судовар бошад агар он воқеан мустақил бошад. ассотсиатсия хубиш дар он аст ки агар мустақил бошад, яъне ки аз ин ё он мақомот гӯем ё ки аз ин ё он шахс вобастагӣ надошта бошанд, озод бошанд дар фаъолияти худ, ин бениҳоят иқдоми хуб аст. ин дар ҳоле аст ки то ҳол ҳеҷ ниҳоде дар бораи теъдоди воқеии блогерон дар тоҷикистон иттилоъ намедиҳад. блогероям бисёр даст Душанбе. Дар ҳақиқат ман омда фаҳмидам ки блогер дар ҳақиқат ғалти поли блогер меғалтӣ. То ҳамин дарҷа блогерҳо бисёр ки баъдиша 15 сутка путёвка рой мекардианд. чанд тан аз блогерону хабарнигорон равонаи зиндон шуданд ки дар миёни онҳо Абдулло Ғурбатӣ, Далери Эмомалӣ, Улфатхонум Мамадшоева ва Абдусаттор Пирмуҳаммадзода буданд. برنامه با خبری از کلوب ادامه میدیم. ساکنان شهر کلوب میگویند راههای این شهر به کلمک‌های پر از آب تبدیل یافتند که برای گشت و گذار ساکنان و حرکت نقلیات مشکل پیش آورده است. اکثر راههای داخل شهر کلوب خراب شدند و با باریدن برف و باران آنها به کلمکچه‌های پرآب تبدیل می‌یابند. مشکل در چیست که سالها باز راههای داخل شهر تعمیر و بازسازی نمی‌شوند؟ همکارم محمود جان رحمتزاده با ساکنان و مقامات صحبت کرد. هر روز صدها ماشین از بر و بالای این راه نیمه‌ویرانه روا می‌کنند. چون این احوال را می‌توان در دیگر گوشه‌های شهر دید. راه‌هایی که با تدریج ویران می‌شوند فقط 3 سال پیش منفرش کرده‌اند. آن هم با دستور پرزیدنت و کمک راهسازان چینی. امروز در خود داخل شهر کلوب 21 کیلومتر راه‌های باقی مانده شهر کلوب در مهلت 2 سال پرره تعمیر کاپیتالی شده چراغان کرده می شود. در کلوب قادر ولیزاده رئیس سابق شهر اداره راهسازی را برهم داد. آن وقت گفت که تکنیکای راهسازی ندارند و ضرورت به ادارهش هم نیست. با آمدن بختیار نظرزاده رئیس نو اداره برقرار شد. خبرنگاران این اداره راهسازی را برای شهر ضروری می‌دانند. اداره راهسازی رو برهم بوده. همون را شما تشکیل کردید و امروز میگفتید که چقدر راههای آلترناتیوی سنگفرش و اسفالتون باشه همون کارخانه‌ای که از نفت تاسیس ساخته شد. رئیس کلوب در اول سال کاریش سال 2022 را راههای آباد اعلان کرد. با همین با ساختن راه محله چرمگران کلوب آغاز کردند. از تعمیر راههای ویرانه دیگر شهر خبری نیست. این تابلوها را بعد تعمیر راههای داخلی شهری کارگران چینی نصب کرده اند. از نصب آنها و تعمیر راههای داخلی 2 سال نگذشته است. رانندگان و ساکنان میگویند حکومت محلی نسبت به تعمیر راهها بی‌پروا است. حتی برخی رانندگان خودسیرها خودشان راهها را تعمیر میکنند. یگان کس یگان راه را نمیبینند. حکومت شهر هم پروا ندارند، کارکنان دیوش هم پروا ندارند. مجبوریم که هم خون شافیور هم رفتیم. شهر کلوب در جنوب تاجیکستان سومین شهر بزرگ کشور است. راههایش با ولایت مختار کوهستانی بدخشان پیوست می شود. خود شهر 189 کیلومتر راههای محلی دارد که اکثرشان به تعمیر نیاز پیدا کرده اند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب. مقامات تاجیک سال هاست که جوانان را به آموزش زبانهای خارجی از جمله زبان انگلیسی تشویق میکنند. وزارت معارف تاجیکستان میگوید اکثر مکتب‌های تاجیکستان استاد زبان انگلیسی دارند و مشکلی در آموختن این زبان در کشور وجود ندارد، ولی یک سازمان بین المللی گفته است که تاجیکان از همه کمتر زبان انگلیسی میدانند. نه همه در تاجیکستان به این راضی هستند و میگویند شمار دانندگان زبان انگلیسی در تاجیکستان زیاد شده است. همکارانم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله گزارش می‌دهند. یک مرکز بین المللی آموزش زبان انگلیسی در رده‌بندی خود تاجیکستان را از نگاه دانستن زبان انگلیسی در زینه پسترین قرار داده است.
پژوهش Education First 113 کشور جهان را فرا گرفته، تاجیکستان یک زینه بالا از کنگو و پایانتر از همسایه کشورها در جای 112 قرار گرفته است. نمایندگان وزارت معارف تاجیکستان چنین ارزیابی را نسبی عنوان نموده، برعکس سطح آموزش و دانستن زبان انگلیسی را در کشور بهتر ارزیابی می‌کنند. ما میتوانیم مثال بزنیم که خوانندگان ما امسال نزدیک 8000 خواننده تاجیک در المپیادهای بین المللی اشتراک کردند که این هم یک از کریتریاهای نشان دهنده آموزش خوب زبان انگلیسی است، چون که در المپیادهای بین المللی که مثلا خوانندگان ما امسال بیشتر طریق فاصله اشتراک کردند، همه آنها با زبان انگلیسی اشتراک میکنند. در این مکتب آموزش زبان انگلیسی با اصول خواندن و ترجمه کردن کتاب و پرسش و پاسخ بر راه مانده شده است. در مؤسسه مذکور در عین حال 2903 نفر خوانندگان تحصیل می نمایند و 10 نفر آموزگاری زبان انگلیسی به اینها درس می گویند. آنها به زیرگروه ها جدا می شوند. در کابینت های تعلیمی مخصوص آنها درس های خودشان را از خود می نمایند. در یک هفته زبان انگلیسی آنها 2 مرتبه آموزش می گذارند. یعنی درس انگلیسی در یک هفته 2 مرتبه برگزار می گردد. اصول آموزش زبان انگلیسی در اکثر مکاتب تاجیکستان از زمان شوروی باقی مانده است و اکثرا به خواندن و ترجمه کردن محدود می شود. به نظر برخی آموزگاران چون این اصول چندان ثمره بخش نیست. من مشاهده کردم که پرابلم اساسی این البته ندانستن و آگاه نبودن از بعضی نوگانه‌های تدریس آذر زمان که باید کودک مرکز درس گذارند. بعضی معلمان امروز هم از همان اصول‌های کهنه استفاده میکنند و مسئله دیگری که من مشاهده نمودم البته نورسایی تکنولوژی معاصر در درس‌ها میباشد. مهیا ناظمова که سالها از فن زبان انگلیسی در تاجیکستان درس داده است، حالا در لندن شیوه‌های نو و معاصر آموزش این زبان را می‌آموزد. او گفت برای بهبودی وضع نظام معارفی کشور نیاز به تجدید دارد و از سوی دیگر دانستن زبان انگلیسی به خود جوانان نیز بستگی دارد. درس‌های آنلاینی که آن کورس‌های آنلاینی که حتی رایگان هستند در شبکه‌های اجتماعی بخصوص خیلی زیاد هستند، از جمله در همان اینستاگرام و فیسبوک و یوتیوب، برای همه جوانان امکان می‌دهد که آنها به خودآموزشی مشغول شده زبان انگلیسی را و دیگر زبان خارجی را از خود کنند. جوانان بیشتر به مرکزهای خصوصی آموزش زبان انگلیسی برتری می‌دهند. کمترک поддержка اگر کنن همه یاد میگیرن. مبلغ نمیرسه بعضی آدم‌ها. دستگیری کنن میشوه، همه چی میشوه. چگونه دستگیری کنن بیشتر مثلا در همین обучение‌ای که مبلغی پاس کتی میکنن یا که کواتا و جدا میکنن مردم دمیتن میخونن چی بنه. من میخواستم وقتش در خانم نبودم خالی کواتا. سماوچکا مجبور شدم یاد گرفتم. در مکتب تاجیکی گپ میزنن، در مرکز تاجیکی ممکن است گپ زدن. پولنیسچی انگلیسی گپ میزنن. در صد مرکز میرم ویدیو نگاه میکنیم، سوال جواب، مثلا یگان جواب میبرم با انگلیسی گپ میزنیم. هم کنکورس ها میشوند بین مرکز. سفارت امریکا در دوشنبه از شریکان اساسی تاجیکستان در رشد آموزش زبان انگلیسی بوده، برای آموزش این زبان طرح و برنامه‌های را عملی می‌کند. طبق اطلاع رسمی بیش از 8000 آموزگار در مکتب‌های کشور از فن زبان انگلیسی درس می‌دهند. امروز 25 دکبر در اوکراین روز میلاد عیسی مسیح جشن گرفته می شود. این کشور که 2 سال این جانب با تجاوز بی‌دلیل روسیه مقاومت نشان می‌دهد، تصمیم گرفت عید میلاد مسیح را همراه با پیروان مذهب کاتولیکی دینی نصرانی تجلیل کند. تا این زمان نصرانی‌های ارتدوکس و یا پروسلاوی اوکراین عید میلاد مسیح را طبق سالشماری یولیانی که در میان نصرانی‌های روسیه رایج است 7 ژانویه جشن می‌گرفتند. سپاس که برنامه ما رو تماشا کردید. خبر و عکس و ویدیوی بیشتر را شما از سامانه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام و یوتیوب و تیک تاک پیگیری کنید. خدا نگهدار.